رو می‌ریم با موضوع دیگر. بابا صوفی رئوفی پسری ظفر صوفی روزنامه‌نگار و از منتقدان حکومت تاجیکستان در ارمنستان دستگیر و با یاری سازمان‌های حامی حقوق رها شده است. او 32 ساله است و چند سال اخیر همراه خانواده‌اش در اروپا تحصیل و زندگی دارد. ظفر صوفی روز 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرش 18 январ امسال با دیدن همسرش به یریوان رفت اما غیر انتظار در فرودگاه بازداشت گردید. وی افزود مقامات تاجیکستان بابا صوفی را با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به جستجو دادند که اساساً نسبت به ناراضیان حکومت استفاده می شود، چیزی که ظفر صوفی بافته و ساخته مقامات تاجیکستان دانست. این روزنامه‌نگار تاجیک گفت رهایی پسرش با فشار و تلاش یک سازمان عمومی حقوق و کارمندان سفارت فرانسه در ارمنستان امکان پذیر گشته است. ظفر صوفی روزنامه‌نگار و مدیر گروه رسانه‌های آزادگان تقریباً 10 سال باز همراه همسر و فرزندانش در اروپا قرار دارد. نشریه آزادگان و خبرگزاری هم نام آن که بیشتر دشواری‌های مردم و ناکامی‌های حکومت را به بحث می‌گرفتند در تاجیکستان بسته شدند.